ببین ماهی رو که از آب میکشی، ابتدایی که از آب کشیده میشه یک اضطرابی داره، یک بیقراری داره. این اضطراب و بیقراری نشان اینه که این ماهی هنوز آثار حیات در این هست، بالقوه میتونه زنده باشه. اما اگر این ماهی دور بودن او از آب خیلی دائم شد، زیاد شد، دیگه همین بیقراری ازش گرفته شد، همین لرزه ازش گرفته شد، بدون تمام دیگه بعد از این لرزه، بعد از این بیقراری اگر 2 مرتبه پرتش بکنید تو آب، موج دریا مندازی رو بیرون. این دیگه لیاقت این دریا رو نداره. انسان کل بنی آدم خطا، همه اولاد آدم خطاکاره. با تقوا بودن به این معنا نیست که انسان اصلا گناه نکنه. با تقوا بودن به این معنا هست که تمام طاقت، تمام قوت بشری رو انسان بسیج کنه، تلاش بکنه که یک لحظه حیات من در نافرمانی رب حیات نگذره. من چی میخوام به دست بیارم، چه لذتی میخوام به دست بیارم که برای به دست آوردن اون لذت قرب خدا را هزینه کنم، لذت همکلامی خدا را هزینه کنم، از الله محروم بشم. چی میخوام به دست بیارم بهتر از اون؟ لذا تمام طاقت خودش رو، همت خودش رو صرف میکنه که به سمت لقمه حرام نره، به سمت نگاه حرام نره، به سمت وسوسه حرام نره. اما اگر به گناه گرفتار شد چیکار میکنه؟ یک بیقراری میاد، یک اضطراب میاد. یا الله تو ناراض شدی، یا الله این چه نالایقی بود از من. اینقدر این گریه میکنه که ملائکه آسمان هم حتی چیکار میشن؟ لرزه بر اندام میشن. یا الله مایی که تو رو دیدیم اینطور ایمانی به تو نداریم که این بندهی که تو رو ندیده از خوف تو داره اینطور گریه میکنه. اونهایی که ایمان به شهاده دارن، ایمان الله رو دیدن، برای انسان قبطه میخورن. یا الله این چه بندهیه، تو رو هنوز ندیده ولی چون نافرمانی تو رو کرده، یک لغزشی از او صادر شده، ببین چطور با اشک ندامت آمده نشسته و داره گریه میکنه. انقدر این ندامت، این پشیمانی، این گریه‌ای که انسان در خلوت داره ارزش داره که الله میگه رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. یک انسانی در خلوت ها نشسته گریه میکنه از خوف خدا، از خشیت خدا، یا از شوق دیدار الله گریه میکنه. میفرماد الله به برکت همین چند قطره اشکی که در خلوت ها ریخته، الله سایه عرش خودش رو به این انسان. یک بنده‌ای که بعد از معصیت و گناه میاد چیکار میکنه؟ نادم میشه، پشیمان میشه، گریه میکنه. الله این صحنه رو بسیار دوست داره، این اشکباری رو، این آه و فقان رو که یک بنده نگاه کن، یک ذره از اون لغزش شده، چطور بنده با وفاییه که فوراً به درگاه من خودش رو وصف کرده. ببینید دوستان، وسوسه گناه نیست. شما روزه هستید، در طول روز نیت کردید که به خاطر خدا، به خاطر رضایت خدا و به خاطر پسند خدا دیگه من نمی نوشم، نمی خورم و نه اون لذتهای حلالی که در ماهای دیگه بر من حلال بود بر خودم حرام کردم چون الله راضی بشه. خب در طول روز وسوسه آب خنک برای ما میاد، بخوام یا نخوایم. وسوسه خوردن غذاهای چرب و قشنگ میاد، وسوسه میاد. گاهی اوقات حتی شاید هوس خوردن هم بکنی، اما چون این هوس و این وسوسه و این میل عملی نمیشه، این خودش مجاهد است و این خودش باعث تقربه. نه تنها گناه نداره بلکه مبارزه با این وسوسه یعنی تقوا. نفس میگه بخور، میگه من بنده تو نیستم تا اذان نگن، تا الله اذن خوردن نده، خوردن خبری نیست. هرچه تو دوست داری وسوسه کن، هرچه دوست داری میل به گناه برای من درست کن. من حرف تو نمی کنم، من بنده تو نیستم اصلا. نه تنها این وسوسه و این میل به خوردن گناه نیست، بلکه چون با این داره مبارزه میشه چیه؟ باعث تقربه، باعث وصل به الله. و هرچی این وسوسه بیشتر باشه، این میل بیشتر باشه
مبارزه بیشتری میخواد، مجاهده بیشتری میخواد و هرچه مجاهده بیشتری باشه به همون نسبت انسان به الله نزدیک میشه.